آیسان اسلامی وقتی داشته به سیمین پورمهر فحش میداده از رو عصبانیت گفته اگه خواهر من بودی سر روز فضای مجازی رو بسیار درگیر کرده. حمله تند آیسان اسلامی به خانم سیمین پورمهر بوده. خانم سیمین پورمهر ابتدا یوتیوبر بودن و پس از مهاجرتشون به دبی شغل بلاگری رو انتخاب کردن. همه داستان ها از این ویدیوی خانم پورمهر شروع میشه. ما دبی زندگی میکنیم، با پول یه شب تفریح یه هفته میریم سفر. آیسان اسلامی این ویدیو خانم سیمین رو میبینه و واکنش بسیار تندی نسبت به این ویدیو نشون میده و حتی خانم رو تهدید به قتل میکنه. خواهر من بودی که سرت میبریدم کثافت گو. خواهر مادر دبی رو من گاییدم. شما مگه پدر مادر ندارین؟ یه مرد تو خانواده شما نیست بیاد اون دبی گیستو بگیره بندازتت بردت کنه بیاره تو ایران تو اتاق تو رو ببندن آشغال. آقا دختر ناموس منی، هموطن منی، خواهر منی. آقا کثافت گوه سگ مرد شروع قیافت ببرن. الان تو اکسپلور داشتم نگاه میکردم، ما دبی زندگی میکنیم، با پول یه شب تفریحش هم میریم مسافرت. آقا توف تو صورتت گو. پس از صحبت‌هایی که آیسان اسلامی کرد، سیمین پورمهر واکنش نشون داد و این ویدیو رو تو پیج خودش قرار داد. سلام بچه‌ها، دیشب آقای آیسان اسلامی استوری بر من گذاشته که من به شخصه با اینکه طرفدارشون بودم شوکه شدم. یعنی هنوز باورم نمیشه، حتی کامل ندیدم این استوری ها، انقدر حالم بد شد. و من اصلا کاری ندارم به این داستان که حالا آقا هر کسی میتونه آدم ها رو قضاوت کنه دیگه، هر کسی یه فکری داره. خدا قاضی اصلیه، خدا میدونه که واقعا خدا میتونه بین من و مثلا ایشون قضاوت کنه که کی داره درست میگه. خب ولی من شوکه شدم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یه نفری با یه پیج 10 میلیونی نرفته ویدیو رو کامل ببینه. من دارم مقایسه میکنم. آقا همه میدونن دبی یه شهر گرونیه. شما با پول، من توی ویدیو دارم میگم که با پول یه شب تفریح میتونی بری یه هفته سفر و قبل و بعدش کلی جملات دیگه هست که هیچ کس اینا رو نگاه نکرده و از قرار یه نفرم اومده این تیکر جدا کرده و پخش کرده که این خانم داره تبلیغ تن فروشی میکنه. و ببین منو این مدت با این جمله واقعا میتونم بگم دیوانه کردن، انقدر برای من ویدیو درست کردن تا اینکه دیشب حالا آیسان اسلامی هم واسه من استوری گذاشت که من اصلا باورم نمیشه چطوری اینقدر میتونین خشونت داشته باشین به یه آدم. من مثلا چیکار کردم؟ من توی ویدیو دارم میگم آقا با پول یه شب تفریح میتونی یه هفته بری سفر. اینجا میری رستوران 3000 درهم هزینه میتونی بکنی که میشه $1000. من دقیقا رفتم روسیه $1000 هزینه کردم که مثلا این برام وقت خرج کردم و اینا. یه شب اینجا تفریح میکنی 3000 درهم، $1000 با همون $1000 میتونی بری یه هفته. آقا این که دبی شهر گرونی یه چیز عادیه، همه میدونن اینو. چرا آخه اینجوری چرا همش منفی فکر میکنی؟ من نمیفهمم. پس از این ویدیو هجمه‌های بسیار زیادی به آیسان اسلامی وارد شد و اون رو زن ستیز میخوندن و حرفاش رو خشونت علیه زنان میدونستن. اما آیسان متوجه اشتباهش شد و ویدیوی عذرخواهی از دختران سرزمینم ایران رو تو پیجش آپلود کرد. سلام خدمت رفقا، سلام خدمت بانوان. اولا حاجی من الان اومدم تو نیچر از دیروز تا حالا. من به روح مادرم قسم به جان قدیر، شما من 2 سال میشناسین دیگه، زیاد تو فاز کی بود و چی گفت نیستم. الان دارم فکر میکنم اصلا نمیدونم این چه کس شعری بود گفتم. اصلا به شخص کاری ندارم، سر ببرین و بزنین و بگیرین و من داداش تمام ریلزای من پخش شده میگم آقا آدم نباید سرشو تو کون ملت بکنه. اصلا این حرفو زدم بعد یهو فکر کردم میدونی که من فلبدای صحبت میکنم جوگیر شدم، داغ شدم، هرسم گرفت. 1000 تا مادر داغدار آجید سر ناموسی پدر زده، سر بچه رو بریده، خواهر زده، اون زده، ننه زده. حاجی بعد گفتم این مادر الان این فیلمو ببینه من چه کسل. آقا من خایه لاپام تخم لاپام ببخشید، از تمام مردم عذرخواهی میکنم. کس شعرترین حرفی بود که زدم، احساساتی شدم، جوگیر شدم، ناراحت شدم داداش همچه حرفی زدم. پوزش میطلبم دستموز تمام بانوان ایران. تمام. با اینکه آیسان اسلامی از مردم عذرخواهی کرد اما اکثریت
عذرخواهی او را نپذیرفتند و حتی BBC حمله‌های شدیدی به آیسان انجام داد و گروهی از فمینیستان مثل مدگل و همسر خانم بهرام نورایی و خود سیمین پورمهر به دنبال بسته شدن پیج آیسان هستند. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشین و خوشحال میشم نظرتون رو برامون کامنت کنین.